در روزگاری که جهان جوان بود و آفتاب بر کوهستان‌های شرقی ایران میتابید، سام نریمان پهلوان نامدار صاحب پسری شد سپید موی و سپید چهره، چنان که دیدنش دل هر بیننده ای را به شگفتی و هراس میانداخت. سیاهی موی آدمیان در او نبود و روشنی چهرهش چنان ماهی بود که بر شب بتابد. اما سام دلیر که آوازه اش از مرزها گذشته بود، چون کودک را بدید دلش از بیم فرو ریخت و گمان برد که این نوزاد از نژادی دیگر است و نشانی شوم با خود دارد. سام با دلی آکنده از اندوه و حیرت کودک را به نزد کوه البرز برد، به جایی که باد سرد سنگها را می لرزاند و آسمان چون سپری بر فراز دشت گسترده بود. اما تقدیر خوابی دیگر برای آن کودک دیده بود. چون 3 روز بگذشت در بلندای البرز سیمرغ مینوی بال گشود، پرنده‌ای که سایه بالهایش جنگلها را به شب فرو می‌برد و ناله اش دل دیوان را می‌لرزاند. او نوزاد را یافت لرزان و تنها، اما دید که روشنایی در وجودش موج می‌زند. سیمرغ گفت این کودک برای کوچه در کوه نیست، سرنوشت او آتش افروزی در کارزار و نیکنامی در گیتی است. پس او را چون فرزند پذیرفت و در آشیانه پهناورش پرورید. سالها گذشت و زال در دامن کوهستان و زیر سایه سیمرغ جوانی شد بلند بالا، دلیر و سرافراز، چنان که سنگها از گامهایش می لرزیدند و تیرش از باد پیشی می گرفت. سیمرغ دانایی خود را به او آموخت و سخن از تقدیری که همچون ابر بر فرازش در گردش بود. زال اما هر بامداد چشمانش را به دشت ها می دوخت، گویی در دلش آتشی پنهان می سوخت که او را به جهان آدمیان می خواند. روزی سیمرغ گفت ای فرزند من، بالهای من تا همیشه سایه‌ات نخواهد بود. زمان آن رسیده است که به مردمان خویش بازگردی. زال با دلی پر از مهر و اندوه پر سیمرغ را دریافت تا روزی که در بند بلا افتد آن را بسوزاند و یاری آسمانی بطلبد. با بدرقه سیمرغ زال از الارز به سوی سیستان شتافت و چون سام او را دید پشیمانی بر دلش ریخت و او را به آغوش کشید. کم کم نام زال در سراسر ایران پیچید. در همان روزگار در کابلستان شاهزاده‌ای زیبا چون ماه تابان رودابه دختر مهراب درباره پهلوان سپیدموی سیستان شنید. دلش وصف او لرزید و زال نیز چون آواز زیبایی و خرد رودابه به گوشش رسید دلش به شور افتاد. عشق همچون آتشی پنهان در جان هر دو شعله زد. زال بیقرار از شوق به سوی کابل روان شد. شب هنگام زیر کاخی که رودابه در آن میزیست به آواز بلند او را ستود و رودابه از پس پرده در دل تاریکی چون خورشیدی پدیدار شد. نردبانی زرین از فراز برج آویخت تا زال بتواند سرانجام چشم در چشم او بگذارد. آن شب ستارگان نیز خاموش مانده بودند تا راز عشق این دو را بشنوند. در خلوتی که باد نیز جرأت سخن نداشت، زال و رودابه دست در دست پیمان محبت بستند و سوگند خوردند که جدایی را بر دل راه ندهند. زال گفت اگر جهان بر ما بتازد من با تکیه بر تقدیر و یاری سیمرغ راه را برای این عشق می گشایم. اما مهراب چون از راز دیدار آگاه شد آتش خشم در جانش شعله کشید.
سام نیز در سیستان وقتی شنید که فرزندش دل به دختر شاه کابلستان سپرده خشمگین شد، زیرا نژاد مهراب را به ضحاک می‌کشاندند. کشاکش میان دو خاندان چنان طوفانی سخت در گرفت. در میانه این آشوب زال پر سیمرغ را بر آتش افکند. سیمرغ فرود آمد و هر دو خاندان را به خرد و آرامش خواند. پیامی از کیکاووس نیز رسید. پادشاه اجازه این پیوند را داد و فرمان به آشتی داد و چنین شد که زال و رودابه در شادی و شکوه به پیوندی آسمانی رسیدند. پیمانی که تولد پهلوانی بی همتا رستم از آن برخواهد خواست و نامش تا ابد در جهان خواهد ماند.